خداوند صابران و شکیبایان دوست دارد. محبوب خداست اون بیمار، اون مریض، اون دردمند، اون گرفتار، اون مصیبت دیده محبوب خداست. خدا با اوست، خدا در کنارشه. لذا در روز قیامت الله جل شأنه میفرماید من پروردگار مریض و بیمار شدم، چرا به عیادتم نیومدید؟ بنده خدا میگه ای رب العالمین، تو که الله جل شأنه پروردگار جهانیان بودید، چگونه مریض شدید؟ میگه مگر نشنیدید که فلانی مریض بود؟ اگر میرفتید به عیادتش من در کنارش بودم. ان الله مع الصابرین، خدا با اونهاست. لذا کسی که غم دیده میشود، مصیبت و بلایی بر سرش میاد، بالاخص عزیزی رو از دست میده، اگر برید دلش رو تسکین بدید، خداوند در فردای قیامت جامه‌ای بر تنت میکند، جامه آرامش، لباسی که فاخر است، به خاطری که دل یه انسان غم دیده رو به دست آورد. کسی که گرفتار است، کسی که دردمند است، مصیبتی اومده، مالی رو از دست داده، هر چیزی، برید در کنارش بنشینید، دلداریش بدید، چقدر ارزش داره، چون خدا دوستش داره. پس خدا صابران رو دوست داره. وقتی صبوری میکنید بگو الان خدا منو دوست داره، خدا به تسکین میده، بگو خدا الان با منه، خدا من رو رها نکرده. بعد انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، دیگه اجر و پاداش تو بدون حد و حصره. و فردای قیامت بهشت مال صابران. آدم تا صبوری نکنه نمیتونه حتی به بهشت برسه. وقتی فرشتگان خدا از هر در وارد بهشت میشن و سلام و درود میفرستن بر بهشتیان، سلام علیکم بما صبرتم، سلام و درود بر شما فرشتگان، میگن رسیدن شما به بهشت به خاطر صبرتون بود. آدم تا صبر نکنه نمیتونه مزدشو بگیره، نمیشه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، اونا که اوصافشون در سوره فرقان گذشته، اینا در فردای قیامت بالاترین و عالیترین درجات بهشتی رو به دست میارن با اون کاخها و قصرها به خاطر صبرشون. پس صبوری بایستی کرد، چاره ای نیست. ما بهشت میخوایم، ما رضایت خدا، محبت خدا، خدا ما رو دوست داشته باشه، به خدا برسیم، نجات پیدا بکنیم از جهنم، جز صبوری چاره ای نیست. و آخرین نکته و آخرین راه و علاج برای بی صبری اینه که داستان صابران و شکیبایان رو بخونیم، بشنویم، تا خودمون رو تک و تنها احساس نکنیم، بگیم نه تو این دنیا اگر آدم گرفتار بدبختی بیچاره هست منم، مردم همه خوبن، همه وضعشون خوبه. اولا بریم با گرفتاران و مساکین و فقرا و دردمندان بنشینیم. هر قد مشکل داشته باشید کسانی هستن از تو هم مشکلشون بیشتره، احساس میکنی که الحمدلله بازم نعمتهای فراوانی در اختیار دارم. پس برید به دیگران نگاه بکنید، تأمل بکنید به گذشتگان. چرا خداوند میاد به پیغمبرش علیه السلام امر میکند فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ای پیغمبر ما علیه السلام صبور باش، شکیبایی بکن همون گونه که پیغمبران اولوالعزم صبر کردن. یعنی حتی برجسته ترین افراد بشر که پیغمبرانن و از میان پیغمبران میدونید 120,000 پیغمبر بوده، برخی از این پیغمبران اولوالعزمن، اونهایی که اهل عزم و جزم و اراده بسیار قوی بودن و خداوند بسیار اونها رو مورد امتحان و ابتلا قرار داد. پیامبر نوح، پیامبر ابراهیم، پیامبر موسی، پیامبر عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی علیه السلام. چقدر آزار، چقدر اذیت، چقدر تنگناها، چقدر مشکلات. مریض میشدن، پیغمبر خدا بودن، مالو از دست میدادن، مشکلات مادی، آزار، اذیت، در تنگنا قرار میگرفتن، بهشون فحش میدادن، دشنام میدادن. هر اونچه که تو ذهنت بیاد و نیاد بر سر پیغمبران میومد، تا نگید با خودت که مگر خدایا من چه کردم که این همه گرفتاری و بلا بر سرم میاد؟ مگر پیغمبران خدا از خدا فاصله گرفته بودن؟ خدا اونها رو دوست نداشت؟ خیلی هم دوستشون داشت، خیلی هم مقام داشتن، منزلت داشتن، اما راه بهشت همینه، زندگی دنیا همینه. لذا پیغمبر علیه السلام وقتی مورد آزار و اذیت قرار میگرفت میفرمود که خدا رحمت بفرماید به برادرمون موسی علیه السلام، بیش از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما صبوری کرد و صبر میکرد. پیغمبر خدا بود، با اون همه زحمات
اما مردی بلند میشد میگفت از خدا بترس، این کاری که انجام داده اید خدا رو در نظر نگرفتید، عدالت بکن. به کی میگفت؟ به پیغمبر علیه السلام. اما ناراحت نمیشد، نمیفرمود که برید دستگیرش بکنید، کتکش بزنید، توهین بکنه، نه خیر، رهاش میکرد و میفرمود که موسی بیشتر از این مورد آزار و اذیت قرار گرفت، صبر کرد، منم صبر میکنم. صبوری بکنیم. پیغمبر خدا ایوب که دیگه ضرب المثل صبر و شکیبایی است. صبر ایوب چرا میگن؟ همه تون شنیدید صبر ایوب. چرا؟ پیغمبر خدا بود، نه یه فرد عادی. در روایتی است که 18 سال، نه یه سال، نه 18 ماه، 18 سال مدت کمی نیست، خداوند وی رو مورد امتحان و ابتلا قرار داد، هم در جانش و هم در مالش و هم در اهلش. فرزندانی رو ازش گرفت، مالش رو ازش گرفت، بیمارش کرد، نه 1 سال، نه 10 سال، 18 سال، اما صبوری کرد. یک بارم شکایت خدا نکرد که به کسی، حتی به همسرش یا دور براش بگه که من چه دارم میکشم. اینه که میگن صبر ایوبی. مگر ایوب گناه کرده بود؟ مگر ایوب قدر و منزلت نداشت؟ صبر ایوبی میگن. 18 سال صبوری کرد. اینه که داستان شکیبایان و صابران هم بخونیم و همونطوری که اشاره شد در ماه رمضان هستیم، دعا هم بکنید. واقعا در یک لحظه اگر خودتون رو ارزیابی بکنید، الان هم در ماه مبارک رمضان هستید، ماه مبارک است، در حالی که روزه اید، اونم روزه فرض. هر فریضه ای انسان رو به خدا نزدیک می کند، بلکه بهترین راه و تنها راه رسیدن به خدا و نزدیک شدن به الله انجام واجباته. شما الان در ماه رمضانید و متلبس به فریضه الهی هستید، در حال روزه اید، تو خونه خدا هم نشستید. این 3 تا، اونایی که جوونن، حالا نه اینکه پیرا دیگه ارزش ندارن یا ارزش نداره، کار خودشونو کردن، اونا در دوران جوونیشون طاعت و بندگی داشتن و ارزش خاص خودشونو دارن، ولی دوران جوونی یعنی عبادت و تقوای جوون، میدونید برای چه ارزشش بیشتره؟ چون جوون در معرض وسوسه و هوای نفس و فتنه بیشتر قرار میگیره. یک جوون وقتی میاد بندگی میکنه خدا رو، یعنی با صبری بیشتر، با مشکلات و ناملایمات خیلی فراوان دست و پنجه نرم کرده. شما الان 4 تا حداقلشون 4 تا جوونا شرف و منزلت و زمینه نزدیک شدن به خدا براتون خدا فراهم کرده. 4 چیز، یکی ماه رمضانه، یکی روزه هست، یکی مسجده و یکی جوونیتونه. حالا مسائل دیگه هم هست. اون جوونی که پدر و مادر ازش راضیان، یک فضیلت، یه ارزش. میتونید متوسل بشید ای مسلمون به همه اعمالت، در تنهایی و خلوت بنشینید، بگوید خدایا ماه رمضان است، من روزه ام، منت بر خدا نیست، من روزه ام، نماز فرضم هم خوندم، خودت جوونم هستم، سعیم کردم، پدر و مادر ازم راضیان و راضی هستن و راضیشون بکنم، آزار به همسایه نرسوندم، سعی کردم اگر گناه کردم توبه بکنم، استغفارم کردم، قرآنم تلاوت کردم، بهشتم میخوام، از جهنمم میترسم. خدایا حالا هرچی میخوای اینجا دیگه از خدا بخوای، دیگه زمان و فرصت و شرایطی بهتر از این برات پیش میاد، بخوای از خدا التماس بکنیم. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم در این شرایط گوناگون و با این امتیازات فراوان انشالله خداوند دستمون رو بگیره، دلهامون رو مصمم و استوار بکنه و انشالله همین طوری که اینجا در ماه رمضان در خونه خدا گرد هم اومدیم، انشالله در فردای قیامت زیر سایه خدا و بر سر حوض با پیغمبر دیدار بکنیم و در بهشت انشالله گرد هم بیاییم و با پروردگارمون دیدار و ملاقات بکنیم. موفق و مؤید باشید.